سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. تو این مدت خیلی کارا کردم که ویدیوشون هم گرفتم، از جمله اینکه فیلم نگاه کردم، باز فیلم نه شوخی میکنم. یه سری کارا کردم که ویدیوشون هم گرفتم و گفتم که توی ویدیو بیارم. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که فیلم واقعا زیاد نگاه کردم، ولی سریالی که واقعا کمک کرد تو این شرایط بهم و یه روحیه‌ای بهم داد و این چیزا، سریال آفیس بود. خیلی خوبه. تا حالا نگاه نکرده بودم و شروعش کردم تازه. الان فصل 4 قسمت 5م. به شما هم پیشنهادش میکنم حتما نگاه کنین. خیلی کمک میکنه از لحاظ روحی و اینا. خیلی به آدم فانه دیگه، آدمو. خب از فیلم دیدن که بگذریم، رفتیم روستامون، وسایلم همه جمع کردم از جمله لپتاپم. بعد اونجا باید ساعت 12 شب به باغ آب میدادیم. خیلی باحال بود. صدای آب میاد. همش سیاهی. جیزس نه یا جون تو مارمولکه. خب هوشیاره خیلی ماشاءالله. اوف پرید با دیدی؟ میپره. موتور اینا صداش میومد، آره نمیدونم. صدا میاد. آب نه آب از اینجا باید صدا بیاد. آدمه شد آدم. اتفاقای دیشب قرار بود به باغ آب بدیم دیگه، آب ببندیم. بعد دیدیم کسی که آب و روون باغ میکرد هنوز آب رو نفرستاده به سمت باغ و آبی نیومده تو باغ. بعد گوشی بابا هم شارژ نداشت، دستش نبود، به خاطر همین اومدیم خونه. بعد دیگه زنگ دادیم دوباره رفتیم. اون همونه که آبو چیز کرده. آبو داره میاد. سلامت. قربان شما. سلامتی. خوب الحمدلله. سلامت. صدا آب خوبی میاد. ببینم از اینجا آب بدنه. اونجاست میاد. باشه زیاد فشار نداره. اون یه بار دیگه اومده بودم فشار داشت. از اینجا میرم. الان فشارش میکنم خوب شد. آره صداش میاد. اونجا که پر شده. بعدی هم اونجا درخت پر میشه. این درخت خورماه. این ور که دیگه جهت برعکسشه، بعد همه رو پر کنه تا برسونیم. ولی خب اینجا هم میرسه. آره اونجا که پر شدن دستم چه نورانیه. از اول او یا خدا. قاطی کرد جیزس. او خب ها واو. آره این فشار الان فشار خوبی داره آبش. ببخشید یعنی هیچی برشون
خب آره اینا فکر نکنم برسه بهشون. تو این اومده؟ نه خوشگل. نه چرا؟ آره برق میزن. نه آره تا این اومده پشت اونه. پس میاد به این هم میرسه. فشار ها؟ آره آره این نگاه تا اینجا اومده. البته زیاد نیست. خوبه میاد تا این هم حتما. یه نوری اون هست دارن صحبت میکنن. هیچ در خورما میریزه. خورما بعد ما میریزه. تا اینجا اومده آب برای پایینی. تا این هم فکر کنم داره میره دیگه. آره تا این هم داره میره. آره برگاش خیلی کمه. نمیدونم چرا فکر کنم بیشتر بوده. این خوبه رو به راه تر. آب که داره کم میشه فکر کنم. ها ساعت چنده مگه؟ 12:27. فشارش کم شده. میکنم صدام نمیرسه. یاروه داشت میره تو تاریکی. برگای انجیر در این فصل تابستان در این جنگل آمازون درخت انجیری پیداست. او در حال تلاش بین درختان انبوهی دیگر در حال رشد و مقاوم سازی خود است. این انجیر از گونه یک انجیر بسیار بالغ و رو به رشد. دیگه به نظر میرسه یک کار زیادی نبودیم آخره باشه. خب دیگه تموم شد. برگردیم. داره میاد هنوز صداش میاد. البته نمیدونم هزاران تموم شده. کم شده دیگه صداش هم داره کم میشه. پدر همچنان اصرار داره. اون یارویی که داشت اینجا میرفت اینطوری. از اینجا داشت اینطوری میرفت. اینطوری نه به اون ور اینطوری. بیا دیگه بابا پدر جوان بیا بریم با. خب بریم ببینیم فردا صبح چی میشه. امروز هم قرار بریم باغ یه جا دیگه. فکر کنم خیلی حال بده. نزدیک باغا داره میشیم. وارد باغا بشیم. میامورسیم بالاخره رسیم به باغای اصلی. یا میان حوضی آب. اینا رو بعضی ها خوش شدن بعضی ها نه. اینجا شلگر شد. از اینجا بکنم خوب باشه. پروانه ها من اگر از رو دستم یکی دیگه قشنگه. فشار آب دلوب. انار بیا به بالی. این قشنگه. ردیف قشنگه. انگور ثمرشه کو. آره دیدم. چی؟ خوشه کاملی. بابام بیاد بریم.
حوزه بعدی دین اوشه. وارد مزارع و کشته فلان میشویم. از اینکه چشمه میشیم، چشمه ای از دل کوه میبزیم. اوه مای گاد. گرفتیش؟ آره. از نزدیک بگیر. اوه داره میره بالا. شیت. از حالا بگیر، حالا که نزدیکه. میرم. بلش کن، چشمه رو بگیر. خب بریم چشمه رو نکنیم. دیدم لایروبی کردن یه خورده. یه اگه تا آخر برن شاید آب بیشتر باشه. آب خمیده. گوارا. میزارهای زیاد. کباب زدن. چیتوس. زنه یاد چشمه یه چشمه اینجاست. کمه. یکم اونجاست. این جالب است. قشنگ. این خونه که یس خونه نسبت به تابستون بودن. آشغاله کشو نمینداختم. پسته کوهی. انگوره رو تا بالا رفته.